لایلو سبزالیوا و چند تن از ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان که امروز در دولت شویتزاریا کار و فعالیت می‌نمایند اقدام گرفتند که در زمان پنجشنبه بیماری کرونا ویروس نوی کووید 19 بمرخانه‌های قلمرو ولایت را از کمک‌های بشردوستانه برخوردار نمایند. این اقدام در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اوید جلب هموطنان برونمرزی در رشد و انکشاف ساحه‌های مهم خواجگی خلق روی دست گرفته شده است. مرحله نوبتی این کمک اساساً عبارت از تجهیزات مهم طبی از قبیل سه‌پایه و ترازوها، واسطه‌های کمک رسانی حرکت، انگلیاتورها، اینچنین تجهیزات دیگر طبی و نمودهای گوناگون مخصوص گردانیده شده رخت‌های خواب، یخدان‌ها، گرم کنک‌ها، ظرف‌های کلان برقی برای جوشاندن آب و دیگر واسطه‌های مهم برای شعبه جراحی کودکانه و شعبه عمومی کودکانه مرکز ولایت شهر خارخ کمک رسانیده شد. باید قید داشت که شعبه کودکانه و شعبه جراحی کودکانه ولایتی سال‌های دراز باز از دسترسی به تجهیزات معاصر ضروری برای طبابتخانه در کنار بوده. این نوبت 19 عدد رخت‌های خواب برای نگاهبین کودکان که 4 عدد آنها رخت‌های مخصوص گردانیده شده برای شعبه جراحی میباشند عبارت بوده و علاوه این 25 رخت خواب کودکانه و در مجموع همشان مجهز با کرپه و تکسری و بالشت‌های مخصوص دسترس شعبه‌های نام برده گردیدند. طبیبان شعبه کودکانه و جراحی از آن اظهار منتداری می‌نمایند که حفظ سلامتی کودکان یکی از هدف‌های مهم حکومت کشور به حساب رفته. امروز با مساعدت هموطنان برونمرزی اقدام دستگیری شعبه‌های نام برده روی دست گرفته شده است. میخوام از نام رهبرت کسلخانه ولایتی و شخصا از نام خودم و تمام کارمندان شعبه جراحی کودکانه برای شهروندان سخاوتمند برونمرزیمان که فعلا در دولت شویتزار زندگی دارند و به شعبه ما چنین یک تجهیزات را هدیه نمودن اظهار سپاس خود را بیان می نمایم. تجهیزات مذکور واقعا برای فعالیت شعبه ما خیلی سروقتی و ضروری می باشد. از این رو بار دیگر منتداری خود را برای این کمک برای زادگان بهار و ناموس بدخشان که وطن خود را فراموش نکرده در هزارها کیلومتر دور از ما زندگی دارند و به حل مشکلات زادگاهشان چنین سهمگذاری نمودن ابراز می نمایم. لازم به یادآوری است که در برابر طبیبان همچنین والدین کودکان نیز از اقدام‌های بشردوستانه هموطنانمان که در دولت شویتزار کار و فعالیت می‌نمایند اظهار منتداری نموده. قید داشتند که دستگیری نمودن برونمرزی از دولت شویتزاریا تحت رهبری لایلو سبزالیوا در زمان مبارزه با بیماری کووید 19 همچنین بهمرخانه‌های منطقوی دوردست ولایت از قبیل وادی برتنگ ناحیه روشان، اشکاشم و ناحیه رشقلعه و جماعت ونقلعه ناحیه شغنان را نیز با چنین کمک‌ها برخوردار نمودند.